سلام دوستان، خسته نباشید. اگه نشخوار فکری دارین، اگه هی فکر میکنین و این فکرها اذیتتون میکنه، میخواین از شر این فکرها خلاص بشین، حتما این روش رو اجرا کنین. یه دفتر بردارین، یه خودکار، هر کلمه‌ای که به ذهنتون میاد بنویسین بدون اینکه به جمله بندیش فکر کنین. معجزه واقعی رو خواهید دید دوستان. واقعا از شر این فکرهایی که اذیتتون میکنه، لحظه ها رو ازتون میگیره، وقتتون رو تلف میکنه، زندگی عادی ندارید دیگه. خلاصه حتما این کار رو انجام بدید، حتما خودتون معجزه رو میبینید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.